امروزها برای بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیه در ازبکستان عزیزمان شرایط‌های ضروری فراهم کرده شده است. ما این را در مثال مکتب تعلیم عمومی رقم 11 ناحیه سوق دیدنمان ممکن، یعنی در نمونه درس یک ساعته معلم صنف‌های ابتدایی مکتب مسابق اتابکوف بر اعلا احساس کردیم. درس از فن تکنولوژیا بود. معلم و خوانندگان و تجهیزات صنفخانه شوق بیننده را به خود جلب می کرد. معلم درسش را توسط واسطه های تکنیکی با استفاده از تلویزور و دیگر تکنولوژی های کمونیکاسیونی زمانوی گذراند. هنگام بیان موضوع نو به خوانندگان راه های ساختن تبریکنامه به عید زن و دختران را آموخت. نخست به طور شفاهی، بعداً در اساس ویدیو لوحه طرز آماده سازی تبریکنامه آموخته شد. بعداً آموزگار به خوانندگان سپارش داد تا تبریکنامه خود را در اساس شنیده و دیده هایشان بسازند.